بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوانان عزیز، امروز خواستم در یک چند سوالای شما جواب بدم. قبل از سوالا را جواب دادن دعا میکنم که از الله منان خداوند گناههای ما و شما را بیامرزه و الله مهربان ما و شما را از کسلی های روحی و بیماری خداوند ما و شما را شفای عاجل کامل نصیب بگرداند. اینجا یک چند سوال جمع شده است. یکی از سوالها همین است که السلام علیکم، سبب در چیست که امروز مردم بسیار کسلی روحی دوچار میشوند؟ جوانان عزیز، امروز میخواهم در یک چند سبب هایی که انسان ها در کسلی های روحی دوچار میشوند میخواهم صحبت بکنم. انشاءالله یک چند سببش میگم که امروز جوانا و زن و مردا با کدام سبب است که امروز با کسلی های روحی دوچار میشوند. یکی از سببهاش همین است که وقتی ما در حاجت خانه که میدرایم، نعوذ بالله، وقتی که میشینیم با قضای حاجت، تلفنمون در دستمون، اگر کسی ما و شما را زنگ بزنم با برداشته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شکر الله، الحمدلله، نام خدا را گفته در حاجت خانه، یعنی که در سوالهای با تلفن صحبت میکنیم. جوانان عزیز، در حاجت خانه صحبت کردن طبق 4 مذهب اهل سنت و الجماعه مکروه است. من انشاءالله چند حدیث برای شما تلاوت میکنم که در حاجت خانه صحبت کردن جایز است یا نه. سبب میشود که در حاجت خانه که ما صحبت کردیم اهمیت ندادیم از آنی که رسول اکرم ما را چخیلی که توصیه داد، از توصیه رسول که دور ماندیم، البته با کسل روحی و کسل جنوره میشویم. حتی بینیم که امام نووی چی میگه؟ کراهت الکلام علی قضاء الحاجت متفق علیه. در حاجت خانه صحبت کردن، گپ زدن، چی دنیوی و چی دینی، در حاجت خانه صحبت کردن درست نیست قطعا. حتی ما داریم که وقد كان من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتاد لقضاء حاجته مكانا بعيدا عن الناس. از آداب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این بوده که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قضای حاجت میکرد، یعنی که حاجت خانه میرفت، چیکار میکرد؟ از مردم خیلی دور میرفت که یکی با مردم صحبت نکنه، یکی مردم سلامش نده. امروز ما به تلفن صحبت کردن نمیتونیم، حتی در حاجت خانه هم تلفن بداریم، حتی حمام بداریم با تلفن، حتی در جای خواب هم با تلفن. دوستان عزیز، یعنی که یکی از سبب هایی که امروز کسل روحی شدن زن و مرد امت با کدام سبب است که امروز در حاجت خانه بسیار صحبت کردن. حتی حضرت مغیره میگه که كنت مع النبي صلی الله علیه و سلم في السفر فأتى النبي صلی الله علیه و سلم حاجته فأبعد في المذهب. حتی وقت پیغمبر سلام میخواست که حاجت خانه بروه، از مردم خیلی دور میرفت. با کدام سبب؟ با اون سببی که با مردم صحبت نکنه. امروز ما شما که زنگ بزنه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته جوابش میتیم، نعوذ بالله. جوانان عزیز، اپا خار عزیز، در حاجت خانه صحبت کردن درست نیست است. سببی که امروز اکثریت کسل جین روحی برای ما و شما دوچار میشه این است که ما در حاجت خانه صحبت با تلفن میکنیم. با کدام سبب درست در حاجت خانه صحبت کردن؟ حدیث از حضرت زید بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضر فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رواه ابو داود. وقتی که حضرت زید بن ارقم میگوید که از زبان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنید که پیغمبر خدا میگفت که در همین حاجت خانه جن شیطان ها حاضر میشود. قبل از در آمدن شما با پای چپ بدرایید و چی بگوید؟ اللهم ان اعوذ بک من الخبث والخبائث. ای بار پروردگار، از تو پناه میطلبم از جنهای نر و مادینه. دوستان عزیز، از آداب حاجت خانه در آمدن با پای چپ بدرو،
اگر به عربی گفتن میتونیم به تاجیکی بگو که ای بار پروردگار پناه میطلبم از تو از جنهای شیطانهای نر و مادینه. بدرا بشین صحبت نکه، خاموش بس، وقتی از قضا حاجت که برآمدن شدی با پای راست ببرا. یعنی که در حاجت خانه جین شیطان بسیار در جای خجدی حاضر میشدن، قبل از در آمده باید ما چی دعا بکنیم؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ای بار پروردگار از تو پناه میطلبم از جینهای نر و مادینه. یعنی که سبب، یکی از سبب هایی که امروز کسر روحی یعنی که جین در ما یار می شود اون است که در حاجت خانه صحبت کردن. درست نیست؟ خداوند ما و شما را بیمارا را الله مهربان شفای عاجل کامل از این کسر روحی الله مهربان شفای عاجل کامل نصیب گردانند. دویم سوال این است که آیا با دست چپ طعام یا که آب نوشیدن درست است یا نه؟ جوان عزیز، امروز اکثریت میگردیم میبینیم که حتی بعضی رو میگه با دست راست بخور، میگه با دست راست من طعام خوردم با چپ آب مینوشم. جوانان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تأكلوا ولا تشربوا بالشمال فإن الشیطان یأکل و یشرب بالشمال. ای امتان من، با دست چپ نخورید ننوشید، زیرا که شیطان با دست چپ میخورد و مینوشد. یعنی که با دست چپ شیطان میخورد است. مسلمان که ما هستیم ما را پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد با چپ خوردن. وقتی که ما مسلمان هستیم باید با دست راست بخوریم. که از آداب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. جوانان عزیز، این بود مختصر درباره دو مسئله، دو سوال شما جواب دادم. ان شاء الله در سوالای باقی ان شاء الله جواب میدم. اول دعا میکنم که خداوند کسلی های بیماری روحی خداوند شفای عاجل کامل نصیب بگرداند و الله مهربان تمام بیماران را شفای عاجل کامل نصیب بگرداند و خداوند گناه های ما و شما را بیامرزه و ما و شما را توفیق بده و زبان های ما و شما را الله مهربان از سخنان قبیح باز بداره و این زبان های به سخن ما و شما را دائم در ذکر خدا استوارش بگرداند. باقی در امان خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.